یاد خواهیم گرفت که چجوری یک سایت بسازیم. پارت سوم. سلام علیکم عزیزان، امیدوارم هر جا باشین حالتون عالی باشه. من تماشاگریم، خوش اومدین به کانال تامیسا، کانالی که من هر روزه ویدیوهای درباره هوش مصنوعی، انواع سایت‌های کاربردی به شما معرفی میکنم تا در زندگی روزمره‌تون از اونا استفاده کنید. اگه شما هم به این موضوع علاقه‌مند هستین، ممنون میشم کانال سابسکرایب کنین، روی آل بذارین تا اگه ویدیویی گذاشتم نوتیفیکیشنش به شما بیاد. اگه هم از ویدیو راضی بودین یه قلب نارنجی توی کامنت ها بزنین بریم ادامه آموزش. خب در پارت 3 یه سایتی به نام دیجیفای رو به شما معرفی میکنم. روی رایگان سایت بسازید کلیک میکنیم، شماره همراهمون رو وارد میکنیم، تایید شماره، منتظر میمونیم تا کد بیاد. کد رو وارد میکنیم. نام وارد میکنیم، ساخت فروشگاه، ناممون رو مینویسیم، نام فارسی فروشگاه، نام انگلیسی رو مینویسیم، و تایید و ثبت نام رو میزنیم. منتظر میمونیم تا فروشگاهمون رو بسازه. این سایت برای سایت هایی هستش که کسب و کار دارن، فروشگاه ماننده، نه سایت معمولی. متوجه شدم. فیلتر شکن رو خاموش میکنیم. اگه شما هم فیلتر شکن میخواین و فیلتر شکن خوبی ندارین، روی این لینک بالا بزنین و برین یه فیلتر شکن عالی درست کنین. انتخاب قالب فروشگاه شروع. از این قسمت میتونین تنظیمات ظاهری، تنظیمات بنر. از این قسمت میتونین شما فعلا میگه که فعال نیست. از این قسمت عکس بنر میتونین استفاده کنین. من از بنرها مثلا استفاده میکنم، بنری که برای کانال یوتیوب هم گذاشتم استفاده میکنم و میتونین دیگه استفاده کنین. مرحله بعد از این قسمت لوگوتون رو بارگذاری میکنین. آدرس اینترنتیش رو میتونین مثلا تغییر بدین. نوع خدمات مثلا میتونین از اینجا انتخاب کنین. سایر تلفن و فروشگاهتون رو میتونید وارد کنین. آدرس فروشگاهتون رو میتونید انتخاب کنین و از این کارا که شما میتونید انجام بدین. امیدوارم از این ویدیو هم استفاده لازم رو برده باشین. تا ویدیو دیگه، خدا نگهدار.